دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته تا به در بهشت رسیده بودیم و الان لحظه ورود به بهشت است. دروازه باز می شود و تو داخل می شوی. اولین کاری که در وقت ورودت انجام می دهی چی کار است؟ اولین کار استشمام بوی بهشت است. تو بوی بهشت را استشمام می کنی. نگاه کن اطرافت را، رنگ های مختلف، دریاها، کاخها، پرندگان، فرشتگان و لباسی که می پوشی. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. در آنجا با دستبندهای زرین آراسته کردند و نیز مروارید بانان ارزانی می شود و لباسشان در آنجا ابریشم است. تصور کن که چگونه چشمانت از تماشای یک زیبایی و زیبایی دیگر منتقل می شود. الله متعال در یک حدیث قدسی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر من صلی الله علیه و سلم روایت می کند می فرماید: اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جایی را برای بندگان صالحم آماده ساخته‌ام که نه چشم آن را دیده و نه گوش توصیفش را شنیده و نه به قلب بشر خطور کرده است. ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید: اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ابو هریره گفت: اگر خواستید این آیه را بخوانید، هیچ کس نمی داند که برای آنان یعنی مؤمنان از آنچه مایه نور چشم است و پاداش کارهای نیکی که می کردند چه چیزهایی آماده است. اکنون تو در برابر یک منظره زیبا قرار داری. باغ‌هایی که درختان انبوهی دارد. تنه درخت از طلاست و پرندگان و فرشتگان به تو خوش آمد میگویند. تو در برابر منظره هستی که در تمام زندگیت آن را تصور نکرده ای و آب از هر طرف می آید. دریاها، زیورآلات با رنگبندی های مختلف از طلای زرد و لؤلؤی سفید و لباس های مختلف. چشمانت حیرت زده می شود که چی می بیند؟ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. و به آنان شادابی و سرور رساند و به پاداش آن که شکیبایی ورزیدند باغ و ابریشم بهشتی به آنان پاداش داد. در آنجا بر تخت ها تکیه داده اند. در آنجا حرارت خورشیدی و سرمایه تند نبینند. سایه هایش بر آنان از نزدیکی پرتاب کند و میوه هایش بسیار در دسترس قرار داده شود و بر آنان آوندهای نقره‌ای و جامه هایی که آبگینه اند گردانده شود.
آبگینه هایی از نقره که آن را به اندازه گیری کرده اند و در آنجا از ساغر شرابی که طعمش زنجبیل است نوشانیده می شوند. چشمه‌ای در آنجا هست که سلسبیل نامیده می شود و نوجوانان جاویدانه بر آنان رفت و آمد می کنند. چون آنان را می بینی آنان را مرواریدی از رشته افشانده می پنداری و چون بنگری نعمت بسیار و فرمان روایی بزرگی می بینی. بر آنان پوشش های سبز از ابریشم نازک و ابریشم صدبر است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاکیزه‌ای به آنان خواهد نوشاند. این نعمت‌ها به عنوان جزای اعمالتان است و تلاشتان پذیرفته شده است. آری عزیزان، در بهشت این چنین نعمات در نظر گرفته شده است. مفهوم ودانیة علیهم ظلالها یعنی سایه هایش بر آنان از نزدیک پرتو کند، این سایه ها برای حفاظت از گرمای خورشید نیست، چون آنان لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در بهشت نه خورشیدی می‌بینند و نه سرمایه سختی. سایه به خاطر نرمی دل و زیبایی منظر است و تنوع درجه های سایه بر زیبایی می‌افزاید. این الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. بیگمان نیکان در ناز و نعمتند، بر تخت‌ها نشسته و می‌نگرند. شادابی نعمت را در چهره‌هایشان می‌بینی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: اولین گروهی که وارد بهشت می‌شوند چهره‌هایشان مانند ماه شب 14 است. سپس کسانی که پشت سر آنان وارد می‌گردند همانند روشن‌ترین ستاره درخشنده آسمان نورانی هستند. ادرار، مدفوع، تف و آب بینی ندارند. شانه های آنان طلا و عرقشان مشک است. سبحان الله و الحمدلله گفتن با آنان الهام می شود، چنان که نفس کشیدن با شما الهام می شود. آره دوستان، از زیبایی بهشت این است که هر قدم که پیش می روی زیباییش را می بینی و بدون قصد زمزمه می کنی: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. و چون بدانجا بنگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناوری میبینی. هر وقت به چیز کوچک یا بزرگی در بهشت نگاه کنی نعمت شگفت‌انگیز و کشور پهناوری را میبینی. تو در دنیا هرچه ساده باشی، اما در بهشت از نظر قدرت، نفوس و ثروت 10 برابر از بزرگترین پادشاه دنیا بزرگتر هستی. الان تو پادشاهی. الا این سلعة الله غالیه، الا این سلعة الله الجنه. آگاه باشید که کالای الله متعال گرانبهاست. آگاه باشید که کالای الله متعال بهشت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: آیا کسی هست که خود را برای رسیدن به بهشت آماده کرده باشد؟ چون بهشت خطر ندارد، نوری است که می‌درخشد، گلی است که تکان می‌خورد، کاخی است سر به فلک کشیده، جویی است جاری که هرگز خشک نمی‌شود، میوه‌های رسیده زیاد است، همسران زیباروی و قشنگ بعضی بر آلات زیاد هست، در جایگاهی ابدی، در سرسبزی و شادابی و در سرای مرتفع و سالم. گفتند: ما خود را برای آن آماده کردیم یا رسول الله. فرمودند: بگویید انشاءالله. آری عزیزان، ما داخل بهشت هستیم. به من بگویید اولین کاری را که انجام می دهید چیست؟ اکنون برای نخستین بار به منزلت در بهشت خواهی رفت. ناگهان به خانه‌ات می رسی. جویها از زیر درختان آن در باغ‌های بهشت جاری است. سلیمان به بلقیس گفت: انه سرح ممرد من قواریر.
این قصر ساده و درخشان و ساخته شده از آبگینه هاست. تصورت در مورد بهشت چیست؟ الله در مورد بهشت می فرماید تجری من تحتها الانهار، از زیر آن جویباران روان است، یعنی از زیر کاخهای بهشت. تجری من تحتهم الانهار، از زیر آنان نهرها روان است، یعنی از فرودستی آنان. گویا نمایشگاه شگفتی های دریاها و ماهی ها است. پیامبر صلی الله علیه و سلم شکل خانه را برایت توصیف می کند. یاران گفتند ساختمان بهشت را برای من توصیف کن. فرمود خشتی از طلا و خشتی از نقره است. ملات آن مشک بسیار خوشبو، سنگریزه های آن لؤلؤ و یاقوت و خاکش زعفران است. مسافت بسیار اندک یکی از شما یا جای پای در بهشت بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است. 1 متر مربع در بهشت از تمام دنیا بهتر است. اگر فقط 1 متر در بهشت داشته باشی برایت بهتر و زیباتر از همه چیز است. قیمت 1 متر مربع در دنیا چقدر است؟ 1 متر مربع در ساحل رودنیل چقدر است؟ 1 متر مربع در لندن و پاریس چقدر است؟ حال 1 متر مربع در بهشت چقدر است؟ باور کن خیلی ساده به دست می آید. 1 متر مربع در بهشت در مقابل 1 سبحان الله، 1 الحمدلله، 1 ذکر، 1 دعا، 1 کار نیک، 1 خدمت به پدر و مادرت است. در بهشت چی درجه داری؟ از عباده بن صامت روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهشت 100 درجه است که فاصله بین هر دو درجه به اندازه فاصله آسمان و زمین است و بهشت فردوس بالاترین درجه آن است و نهرهای 4 گانه بهشت از آن سرچشمه میگیرند و بالای آن عرش است. پس هرگاه چیزی از الله خواستید بهشت فردوس را از او طلب کنید. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس به الله با عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دین و به محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر راضی و خوشنود باشد بهشت برای او واجب شده است. گفت ابو سعید از آن جملات خوشش آمد و گفت ای رسول الله آنها را برای من تکرار کن. پیامبر تکرار نمود و سپس فرمود عملی است که الله با آن بنده را 100 درجه رفعت می بخشد که فاصله بین هر دو درجه به اندازه فاصله میان آسمان و زمین است. گفتند ای رسول الله این عمل چیست؟ فرمود جهاد در راه الله متعال، جهاد در راه الله متعال. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقت صاحب قرآن وارد بهشت می شود و او گفته می شود بخوان و بالا برو. او می خواند و در برابر هر آیه 1 درجه بالا می رود تا آخرین آیه هایی را که با او هست می خواند. الله اکبر. نگاه کنید عزیزان، یک بار به این احادیث توجه کنید. مانند ستاره‌ای که به آسمان بالا می رود این انسان ها بالا می رود. به من بگویید آیا شما ساکنان بهشت فردوس هستید؟ از معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید بهشت 100 درجه است که فاصله هر درجه با درجه دیگر به اندازه فاصله بین زمین و آسمان می باشد و بالاترین بهشت فردوس است. بهترین بهشت فردوس است. عرش الله بر روی فردوس قرار دارد و نهرهای بهشت از آنجا سرچشمه می گیرند. پس هرگاه چیزی از الله خواستید بهشت فردوس را بخواهید. آری عزیزان، بهشت فردوس والاترین مکان در بهشت است. پس بیایید همه ایمان از الله متعال بخواهیم که بهشت فردوس را
نصیبمان بکند و توفیق او اعمال را برایمان بدهد که ما را به بهشت فردوس میرساند. پایان این قسمت.